داستان جدا شدن اجمل حقیقی از منیژه جمال فاش شد. اجمل حقیقی چی دار به جرمنی رسید؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی اجمل حقیقی و گریه های جانسوز منیژه جمال. اما به خاطر چی؟ منیژه در کدام کشور است و مصروف چی کار باره؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. اجمل حقیقی یکی از مدلان موفق، توانا و چهره دست افغان، شهرت و محبوبیت و سزایی دارد. اجمل حقیقی با اشتراک در برنامه‌های مدلینگ در داخل و خارج از کشور شهرت و نام هنری خوبی داشت. وی در افغانستان برندی از لباسهایش را ساخته بود و دختران و پسران فراوان نزد اجمل حقیقی مدلینگ را می‌آموخت. اجمل حقیقی اولین فردی بود که در افغانستان مدلینگ خیابانی را پایه گذاشت. وی چینل یوتیوب هم داشت و به کارهای رسانه‌ایش می‌پرداخت. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، اجمل حقیقی به خاطر اهانت به قرآن پاک برای مدت 6 ماه در بند طالبان بود. بعد از رهایی اجمل حقیقی از زندان طالبان، وی به پاکستان سفر کرد و در پاکستان با دوست و همکارش منیژه جمال دوباره به کارهای رسانه‌ایش پرداخت. برنامه‌های مختلفی ساختند و رفتار عاشقانه اجمل حقیقی با این دختر خانم بارها مورد نقد شدید قرار می‌گیرد. اما چند روز می شود اجمل حقیقی به جرمنی سفر کرده است و منیژه جمال در حالت بد اقتصادی، روحی و فکری در پاکستان زندگی می کند و همیشه در صفحات مجازی گریه و ناله به خاطر خیانت اجمل حقیقی کرده است. ولی اجمل حقیقی بارها بیان کرده است رابطه من و منیژه فقط روی صحنه بود و تمامش صحنه سازی و جلب بیننده بوده است. من با منیژه هیچ نوع رابطه عاطفی و دوستی ندارم. ولی هر انسان خودش میداند و زندگی شخصیش. منیژه جمال تا کنون بارها اجمل را خائن خطاب کرده است. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان اجمل حقیقی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.